بسم الله الرحمن الرحیم. الهی و امید تو. سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که حال دلتون مثل این روز زیبای زمستونی عالی باشه و از خدای منان طلب عشق، آرزو، موفقیت و سربلندی رو براتون دارم. میخوام طبق سلسله بحثایی که داشتیم و خدمت شما عرض بکنم که یک موضوعی رو ما داشتیم از شنبه شروع کردن. ما هممون درگیر، حالا نگیم هممون، قطعا یه سریامون این اهمالکاری و این تنبلی رو داریم که ایشالله از شنبه شروع میکنیم. ایشالله از تعطیلات عید بذار بگذره، بذار حالا که وقتش نیست، حالا وقت ندارم، بذار از آخر ماه شروع میکنم، از آخر